اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. حمد و ثنا و صفت است بر الله متعال که ما و شما را توفیق نصیب کرد که به سپاره 18 قرآن عظیم شان بشینیم و از کلام الله متعال و از آیات قرآن و از شنیدن آیات قرآن لذت ببریم. سوره المؤمنون سپاره 18 سوره المؤمنون است. مکیتون، این سوره مکی هست، یعنی در مکی مکرمه نازل شده و یا هم قبل از هجرت. و هی 118 آیه، یعنی 118 آیت است و 6 رکوع داره. این سوره را سوره مؤمنون میگن به خاطر از اینکه بسیاری از اوصاف و صفات مؤمنین حقیقی در این بیان شده و صفاتی که یک مؤمن حقیقی می داشته باشه 4 بخش داره. بخش اولش در اعتقادات است، بخش دومش در عبادات است، بخش سومش در اخلاقیات است و بخش چهارمش در نظام‌ها که معامله میشن، نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی و تربیوی هست. تعاملاتی که روزمره صورت میگیره با این نظام‌های مختلف اسلام. الله متعال در این سوره مبارک همین موضوعات زیادتر که صفات مؤمنان هست بیان کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. الله متعال اینجا کلمه قد بالای فعل ماضی داخل کرده. بسیاری از علما میگه که وقتی که قد بالای فعل ماضی داخل میشه به معنای قسم است و قسم الله متعال به اساس توکید می باشه، یعنی الله متعال تأکید میکنه که من قسم یاد میکنم بسیار مطمئن باشین که کسایی که این صفات داشته باشن اونا کامیاب هستن. قد افلح، یقینا که کامیاب هستن. کدام کسا؟ المؤمنون، اون مؤمنان. الذین، کسانی که این صفات دارن. صفت اولشان چیست؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی هستند که در صلاتشان خشوع دارن، در عبادتشان خشوع دارن. شما اگر در عبادتتان خشوع داشته باشین علامتش چی هست؟ میگه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نزول از این آیت یگان مرتبه در نماز خود سر خود بالا میکردن به طرف آسمان. وقتی که آیت نازل شد حتی جرأت نمیکردن که امی سر خود هم از جای سجده و بالا سیل بکنن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یک کسی رسول الله هم دید که دریش خود در نماز دست میزند. گفتی اگر خشوع قلبی می داشت، واقعا در نماز خود الله را به یاد می داشت، عظمت الله در قلب از این جای می داشت، بازی تا دستش حرکت نمی کرد که دریش خود دست بزنه. بناهن کسانی نجات پیدا میکنن که در عبادتهای خود قلب خاشع داشته باشند که هیچ فکر و هوششان به طرف دیگه نمیره. و صحابه وقتی که نماز میخواندن چه قسم نماز میخواندن؟ میگن وقتی در مقابل کعبه شریف استاد میشدن مثل درخت خشک. حتی پرنده میامد در سر شانه و در فرق از این صحابی می نشست، فکر میکرد که درخت خشک است. می پرنده اینقدر اینا با تواضع و با عاجزی و با قلب پر از خشوع نماز میخونده. الله میگه این انسان کامیاب میشه. نه کسی که به نام دین الله رقص میکنه، به نام دین الله حرکت های عجیب و غریب میکنه. شما وقتی که برای یک کس زیاد احترام میکنین، وقتی پیشش میرین با بسیار ادب پیشش میری یا دستک پایک انداخته و خیزک زده پیشش میری، این بیادبی هست. اشپلاق و چکچک و حرکت کردن این در صفت نماز مشرکا بود که این کارا را میکنن. الله متعال میگه قد افلح، یقینا کامیاب شدن المؤمنون، مسلمان ها، مؤمنای. الذین، او مؤمنانی که این صفات دارن. صفت اولشان هم فی صلاتهم خاشعون، در نماز که در رأس عبادات است و دیگر در عبادات، در تمام عبادات خود بسیار خاشعانه عبادت میکنن. در دعا، در رکوع، در ذکر، در سجده، در هر حالت بسیار خشوع می داشته باشند.
والذین هم عن اللغو معرضون. صفت دومشان چی است که از لغو چی نمیگن؟ مجالس کفری، شرکی، بدعتی، از این اعراض میکنن. پس کسانی که کت کافرها در مجلسش میشینه تو باش بشینیم یک ساعت کتش ما میشینیم خیر است، الله متعال میگه تو مسلمان واقعی نیستی. در مجلسی که در او کفر گفته میشه، در مجلسی که در او شرکیات است، در مجلسی که در او بدعت ها هست، در او باید اشتراک نکنی. اگر اشتراک کردی در حقیقت در لغو داخل شدی. در مجالسی که در او فسق و فجور است، فلان دوستم خفه میشه، خیر است ما داروسیش میرم باز خفه میشه، الله میگه تو از این لغو، از این موسیقی های مبتذل، از این مجالس فاسقانه، از این اختلاط ها، از این باید اعراض کنی. باش بگی والا برادر ببخشی، اگر ساز نمی بود، اگر فساد نمی بود من می آمدم، خوب دوستم هستی، اما چون تو از مکه از ساز زیاد دوست داری تو را ماندم به دوستت و ما از تو کده الله را زیاد دوست دارم. برای مخلوق چی میگی؟ تو از مکه از ساز زیاد دوست داشتی، باز ما از تو کده الله را زیاد دوست دارم. از این خاطر الله مرا گفته دم تو مجلس نرو، من در مجلس تو نامدم. والذین هم عن اللغو معرضون. و کسانی که از مجالس جلسات کفری، شرکی، بدعتی، فاسقانه و گناه اعراض میکنن، یعنی روی میگردانن، به اون مجلس نمیرن، اینی مؤمنایی است که کامیاب میشن. و کسایی که باز میخیزن میرن، باز یاد دیگه خودشان میفهمه و عاقبتشان. صفت سوم مسلمانای حقیقی است والذین هم للزکات فاعلون. زکات دو قسم است. زکات به معنای پاکی هست، پاکی فکری و پاکی جسمی و پاکی مالی. پاکی فکری است که عقل خدا و فکر خدا از شرک و کفر و بدعت و از این گپا پاک میسازن. توسط چی پاک میسازن؟ توسط قرآن و سنت. جسم خدا پاک میسازن، چشمش پاک، زبانش پاک، گوشش پاک، قلبش پاک، دستش پاک، تمام اعضای بدنش پاک است. از چی؟ از گناه ها. قسم سوم مالش پاک است که حق الله را ادا میکنه، زکات مال خدا میده. زکات چرا زکات میگن؟ به خاطر از اینکه مال از شرک معصیت پاک میسازه. کسی که زکات نمیده مالش ناپاک میشه، مال اما حلالش هم چتلی دیش ایجاد میشه. پس همین زکات که است اما چرک از کی را میکشه. از این خاطر چرک مال میگه کسایی که شخصیت های عالی دارن، مثل اولادی پیغمبر باید را نگیره، اغنیا باید را نگیرن، علمای حقیقی را نگیرن. این باره بر یک کسی که بسیار مجبور است که یک چیز چرک بخوره، مثل یک نفر بسیار مجبور میشه مگه دیگه او نیفتم من میاوه چرک و خطا خوردم. این قسم. این صفت سوم مسلمان حقیقی. صفت چهارمش والذین هم لفروجهم حافظون. اینا محافظت میکنن چی را؟ شرمگاه های خود را. چه قسم محافظت شرمگاه میشن؟ شرمگاه خود محافظت میکنن از نشان دادن شرمگاه خود به دیگران و از حرکت های جنسی نامشروعی که مطابق قرآن و سنت نیست، از این حفظ میکنن. با این حساب کسایی که لباس های تنگ میپوشن، ولو مرد باشه یا زن باشه، یا کوتاه میپوشن که عورتشان معلوم میشه، یا شرمگاه های خدا میرقصن، باز شرمگاه های خدا حرکت میتن. در عکس که بسیاری وقت هست همون جاهای شرمشان چی میشه؟ در حرکت میه. پس یا محافظت نکردن از شرمگاه های خود. و یا کسی که زنا میکنن، کسانی که همجنسگرایی میکنن، کسانی که با از دیگه وسایل نامشروع فیلمای خراب استفاده میکنن، و یا کسی که از دست و از دیگه اعضای بدن خود برای رفع اینمی شهوات خود استفاده میکنن، کسانی که از نامحرم استفاده میکنن و به طرف نامحرم نظر میکنن، این یا کلشان در این آیت چی میشن؟ یا باز خارج میشن. پس مؤمنای حقیقی کسی هستند که شرمگاه های خدا هم از دیدگاه های مردم و هم از انجام دادن نامشروعات حفظ میکنن. الا علی ازواجهم، مگر برای همسرایشان، او ما ملکت ایمانهم، یا ای که مثلا کس مالک یمینش میشه، یک وقت جهاد میشه امرای کفار، باز کنیز گرفته میشه، در اون صورت فانهم غیر ملومین، با خانمش یا کنیزش باز این ملامت نمیشه. فمن ابتغى وراء ذلك، و کسی که بغیر از این دو حالت
که همسرش است و یا کنیزش است به غیر از این به دیگه راهها به خاطر رفع غرایز جنسی خود استفاده میکنه و نشان میده شرمگاه خدا بر از اونا، فاولئک هم العادون، باز این مردم ها عادون یعنی تجاوز کردن از حد، تجاوزکار هستن، باز در جمله مؤمنین مفلح حساب نمیشن. دیگه صفت از صفات مؤمنین چی است؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که به امانات وقتی که پیشش یک کسی یک امانت میگذاره این امانت خیانت نمیکنه. خیانت امانت چی است؟ یک کسی برات مثلا یک ظرف میگذاره میگه همین پیش امانت باشه، او رو قرار در اتاق میمونی تا وقتی که پس می از پیشت میگیره. حالا یک قسم شده که مردم یک ظرف پیشش میمونی دیگر روز میگه هیچی است، والا همین ظرف تو را، والا همین بخاری تو را، همین امانت مانده بودی، همین را چالان کردم گفتم باش اتاق گرم شوه تا که تو میبری. او برادر این خیانت است در امانت. یک جای لباس تا میمونی وقت و لباس تا پوشیده، یک کسی را یک تکر میتی که امیر ببر تا خانه انتقال بده، والا مادرم خوش آمد یک 4 متر از را بر مادر جانم گرفتم، ولی کار خود نمیکردی. امانت دیگه آدم باید خیانت نکنه. این بعضی کسا را ببینه که بسیار در امانت چی هستن؟ خیانتکار است. با اسکلت استاد میکنی وقت خبر نداری که دیگه او تو خود شیخ هستی، چه خوب پیشتر نماز میخواندی، حداقل یک اجازه خود میگرفتی. نه دیگه چطور است دیگه؟ چطور چی است؟ موتر تا وقت ببینی کلید انداخته رو طرف و طرف یک تکر هم داده. او برادر این امانت است، چرا دنبال مردم تجاوز میکنی؟ پس الله متعال میگه اینی کسانی که در امانت خود خیانت میکنن اینا چی هستن؟ اینا مفلح نیستن. و عهدهم راعون، کسی که عهد میکنه، ما شما گفتیم بزرگترین تعهد با الله هست و کسی تعهد میکنی که او برادر ما فلان وقت انشالله امرای شما ملاقات میکنم، او بیچاره میده پشت خانه کجاست؟ نیست ولا جای رفته. تعهد نمیکردی. بر شاگرد تعهد میکنی ما ولا میخوایم بر شما ساعت 8:30 بجه تا 2:30 بجه درس ترجمه قرآن بدم، کل شاگردا آمدن ما استاد قرار در اونجا ششتیم چای میخورم. مخالف تعهد است. تا وقتی که میتونم باید به تعهد خود چی باشم؟ استوار باشم. این حال کسایی که تعهد و خصوصا تعهداتی که در کلمه طیبه با الله هست. یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگه را پرستش نمیکنم، بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را تطبیق نمیکنم، عبادت و اطاعت تو را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله میکنم. این حال کسایی از این طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله میبرن و راهها و روشهای دیگر را میگیرن، باز اینجا الله متعال میگه یا عهد خدا مراعات نکردن در جمله مفلحین نیستن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، و دیگه صفات مؤمنایی است که اینا بر نمازهای خود محافظت میکنن. محافظت نماز چی هست؟ نماز خود حفظ میکنن به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه قسم رکوع بکنم، چه قسم سجده بکنم، چه قسم عبادت بکنم. اگر تو در نماز در هر آیت توقف نمیکنی محافظه نماز نکردی. باید در هر آیت نماز توقف بکنی. الحمدلله رب العالمین استاد شو، الرحمن الرحیم، با معنایش فکر بکن، نماز تا محافظه کردی. با جماعت برو، نماز تا محافظه کردی. بعد از نماز کدام تسبیحات رسول الله صلی الله علیه و آله میکرد، این محافظه کردی. نماز با لباسی که خود و زینت کامنده کل مسجد، با شکل مزین در مسجد بیا. یگان تا را ببینی که تنبان خواه خود که تو زیر تنبانی از لیلیه دویده میاد مسجد پیشرویت استاد میشه که سهل میکنی. او برادر چه قسم نماز میخونی؟ گفت خود و زینت کامنده کل مسجد. اونجا که باز روز شادنامه باشه چطور باز خوب دریچه که لکس، باز خوب لباس های پاک و باز خوب تو فیشن کردگی و لکس می در مسجد همین قسم بیا. خود و زینت کم امر الله هست که در مسجد با زینت بیا. پشت یگان تا استاد شوی همین پایاش به اندازه بوی میته کرمش که پوشیدی خوب شوی پایایت. حتی فرش مسجد ببینی که بویدار ساختن بسیاری مردم سجده میکنین که استفراغت میگیرین. الله متعال میگه کار نکنین، در نمازتان محافظت بکنین، لباستان در نمازتان جور بکنین، چهرهتان در نمازتان بسیار خوبش باشه، حرکاتتان بسیار خوبش باشه، تواضع و اخلاصتان بسیار خوب باشه، خشوعتان در نماز خوب باشه. این اگری داشتین اونجا گفت که در نمازش خشوع داشته باشه، اینجا گفت در نماز خود چی داشته باشه؟ محافظت داشته باشه که نماز خود حفظ بکنه. حفظ چی است؟ وقتش حفظ بکن. میشینی که خوب آخری وقت نماز شد باز میخیزی نماز میخونی به عجله. خفتن خوب میشینی تا که خوب سر خواب بیاین
باز واده که خواسی کلید گنگس بازگه میخیزی نماز میخونی. این محافظت نماز است. بهترین وقت نماز در اول وقت است. رسول الله صلی الله علیه و در اول وقت میخوان و نظر به ضرورت اگر مشکل باشه باز در وسط وقت است. باز اگه بیخی مجبور شدی باز از مجبوریت تا آخر وقت هم نماز خوانده میتونی، لکن بهترین نماز در اول وقتش است که باید بخونی ادا بکنی. این محافظت در نماز میگن. اولایی که امی کسانی که امی صفات دارن پرسان میشه خی اگر امی صفات ما داشته باشیم نتیجهش برای ما چی است؟ الله متعال میگه هم الوارثون است، شما وارث هستین. وارث چی هستیم؟ میگه الذین یرثون الفردوس، شما میراث جنت بر شما میرسه. خب در جنت آیا قبلا از کسی بود که باز برای ما رسید؟ میگه بله. در جنت که است میگه بر هر انسان هر مخلوق الله متعال یک جای را در جنت برش تخصیص داده، یک جای را برش در دوزخ تخصیص داده برای هر شخص. این حاله اگر اونو نفر دیگه که جنتی هست که جایش هست این کافر میشه باز حق جنت از او هم بر تو میرسه. و اگر تو مسلمان هستی باز او کافری که در دوزخ میره باز حق دوزخ تو هم بر چی میشه؟ بر از او داده میشه. اینه بعض علما همین قسم گفتن الذین کسانی که وارث فردوس میشن. کدام جنت؟ عالی ترین مقام جنت فردوس نام داره. میگه اگر این صفات تو محکم گرفتی خوشا به حال تو جوان که از جوانی هم تو صفات داشته باشی باز الله متعال بر تو چی میده؟ جنت فردوس نصیبت میکنه. هم فیها خالدون. بازی جگر خود نباش که تو نشه که من در جنت برم باز یک ماباد دو ماباد سه ماباد مرا بکشه. میگه نه، هم فیها خالدون در اموجا ان شاء الله تعالی برای همیشه میباشین. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. الله متعال دلائل قدرت خدا بیان میکنه که او انسان ها ما خالقتان هستم، ما خلق کردیم انسان را از خلاصه از خاک. خلاصه از خاک، سلاله از خاک چی است؟ یعنی از 70 قسم خاک وجود انسان ساخته شده است. از این خاطر انسان ها را در روانشناسی اسلامی میگن که یک انسان 70 قسم خوی می داشته باشه. بعضیا تند خوی هستن، بعضیا نرم خوی هستن، بعضیا خویشان مثل سیب وارست، بعضیا خویشان مثل انار وارست، بعضیا خویشان مثل نارنج وارست ترش هستن، بعضی کسا مرچای شیرین وارستن، بعضی ها مثل مرچای سبز وارستن، بعضی ها خویشان مثل مرچای سرخ وارستن، مرچکی هستن. این حال خوی هر کسی فرق میکنه. پس الله متعال انسان خلق کرده از چی؟ از خلاصه از خاک، از خلاصه خاک های مختلفی که در زمین بودن. ثم جعلناه، بعد از اون میگه الله متعال میگه باز ما گشتانیم همی انسان نسل ازیر از نطفه، از یک قطره آبی که به شکل کروموزوم های جنسی در بین انسان ها می باشه که انسان ها باز از او چی میشن؟ فی قرار مکین، در یک قرارگاه محفوظ. مکین یعنی محفوظ که عبارت از امو جایست که در اونجا باز امو کروموزوم ها چی میشن؟ رشد میکنن و بالاخره مراحل خلقت انسان است. ثم خلقنا نطفه علقه، باز الله متعال میگه از امین نطفه‌ای که کروموزوم های جنسی از گرفته شده هست این باز به شکل خون بسته میسازیم. فخلقنا العلقه مضغه، باز از علقه از این پارچه خون یک مضغه عبارت از چی است؟ یک گوشت جویده شده، مثل که ساجق وارد جویده باشه. این ساجقه که شما از دانتان بکشین چاپک های دندان داشت می باشه. علمای امبریولوژی، یکی از علوم هست به نام امبریولوژی، میگن که جنین در بطن مادرش تصویرگیری کردن، به می آیت قرآن ایمان آوردن، گفتن که والله این کلام محمد نیست، کلام الله هست که عالم الغیب است، که 14 قرن قبل چیزهایی که در تکنولوژی امروزی توسط کامپیوترهای بسیار قوی به اساس علم امبریولوژی چیز شده بیان شده، این در قرآن عظیم شان بیان شده است که الله متعال میگه فخلقنا العلقه مضغه. بعد از اینکه همین کروموزوم ها به شکل همین خون بسته میشن باز بالاخره مثل یک پارچه که گوشت میشن مضغه. علقه چی را میگن؟ یک چیزی که آویزان میگن. میگن این چیزا که تو مثل علقه یک چیز که تو آویزان باشه میگن میواره میباشه. فخلقنا، باز میگه باز خلق کردیم. فخلقنا المضغه عظاما، باز امی مضغه را چه قسم خلقش میکنیم؟ مثل استخوان واره، بازی تبدیل میشه به یک چیز به شکل یک استخوان. فکسونا العظام لحما، باز الله متعال میگه بالای استخوان باز
گوشت هایی را کسا می پوشانیم، مثل لباس. کسوت لباس هم میگن، یعنی سر استخوان باز پوست ها و گوشت هم آمده میره و کسا اونا می پوشانیم العظام مثل استخوان ها را لحما چی؟ با گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر، باز الله متعال میگه که از پیش از خلق میکنیم از یک مخلوق دیگه که بازی مخلوق میشه که نه به شکل علقه و ویزان می باشه، نه به شکل مضغه، بلکه چی میشه؟ بازی چشم می داشته باشه، دست می داشته باشه، پای می داشته باشه، مغز می داشته باشه، دماغ می داشته باشه. اینه فتبارک الله احسن الخالقین. پس بسیار بزرگ و عالی هست الله در مقامش، احسن الخالقین، که بهترین خلق کننده هست. انسان ها هم احیانا برشان خلق گفته میشه. مثلا انسان اینی مایک ساخته، انسان اینی چی را پیاله را ساخته، میشه که یا اینی موبایل ساخته، پس برش میگن که چی است؟ میگه ای هم خلق کرده اینی موبایل یا ای را ساخته. اما الله متعال وقتی که خلق کرده، باز خلقت الله متعال بسیار به شکل عالی هست. از این خاطر یکی از دانشمندان میگه اگر ما بخوایم یک کار مغز انسان بکنیم که الله متعال در این یک سر یک انسان دقیق یک جمجمه یک فابریکی را ساخته که این از امی روز بسیار سابق گزارشاتش در اینجا است. عالم میگه اگر ما بخوایم به اندازه مغز انسان، کار مغز انسان از یک کامپیوتر بگیریم، میگه ما نیاز داریم به اندازه شهر تکساس امریکا یک دانه کامپیوتر کلان بسازیم، به اندازه یک شهر، و در بین از او مثلا چندین هزار تن لین و لیندوانی و سیم و گپا را ایجاد بکنیم تا که اینا بتونن کاری یک ساعته دماغ انسان بکنن. اما الله متعال در مغز انسان یک میموری در مغز انسان هست. حالا بسیاری وقتا یک کس را سعی کنی 4 سال پیش یک کار کرده، حالا بگی چطور است؟ والا همو فایل دلیت شده، والا میموری خراب شده، هارد دیسک خراب شده، کامپیوتر کرپت شده. نه. اما یک کس را ببینی این امیال که تو از من پرسان کنی، میگی استاد چند ساله هستی؟ بگیم 53 ساله. خب استاد صنف اولت یادت می؟ یادم می. خب چه قسم بود صنف اول؟ والا یک صنف اول که من رفتیم یک بچه یک در پالیم استاد بود، گفتم نامش چیست؟ گفت نام صبور است. خب وام یادت می؟ صنف اول معلم داشت، نه والا در مکتب دخترها درس می‌خواند، معلم ما یک خانم بود، نامش چی بود؟ نجیبه جان نام داشت. یک روز نجیبه جانم نامزادش هم آمده بود، گفتیم نامزاد چی نام داره؟ گفت نامزادم عادی نام داره. گوشم به یادم است. خب کدام کتابخوان رو میگن؟ صنفیایتان یادتان است؟ حتی بسیاری صنفیای من نامایشان یادم است. شیرعلی نام داشت، مثلا فوزیه نام داشت، لیلا نام داشت، حتی نامایشان چهرهایشان به یادم است. این حال چی است؟ فتبارک الله احسن الخالقین. واقعا که الله متعال بهترین خلق کننده هاست. انسان با یک امکانات خلق کرده که کامپیوتر امروزی ما از 50 سال پیش هم بر چی میکنه؟ 47 سال 46 سال پیش برات کلش در ذهنیتت هست. ماشاءالله. ثم باز شما انسان ها الله متعال شما را که خلق کرد، ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، باز بعد از شما میمیرین. یک وقت خبر شوی که اوه در فیسبوک ها نامش برآمد استاد عبدالظاهر دایی اجل را لبیک گفت. ای نبا صاحب، یگان دفعه آدم مردم ها به دروغ اعلانش میکنن، اما یگان وقت باز براسیان هم میموره دیگه، مرگ است دیگه. باز می ثم انکم، باز شما انسان ها یوم القیامت تبعثون، باز شما دوباره در روز قیامت دوباره پس مبعوث میشین، زنده میشین بعد از مرگتان. ولقد خلقنا فوقکم، الله متعال میگه در وجود خود فکر کنین که چه قسم خلق شدین، باز عظمت خالق درک میکنین. باز بیاین در آسمان ها فکر بکنین. الله متعال میگه تنها شما را خلق نکردیم، بلکه خلق کردیم بالای سر شما 7 طرایق، 7 راه یا 7 آسمان یا 7 راهی که ملائکه او حرکت میکنه. و ما کنا عن الخلق غافلین. الله متعال میگه ما هیچ وقت از مخلوقات خود بیخبر نبودیم. و انزلنا من السماء ماء، و نازل کردیم از آسمان آب را به قدر به اندازه، فاسکناه فی الارض، باز را جای دادیم در زمین. و انا علی ذهاب به لقادرون، باز ما با بردن از او هم چی هستیم؟ قدرت داریم. فانشأنا لکم، باز ما
خلق کردیم برای شما بهی بالای آن یا بر آن جنات باغهای را من نخیل از خرما و اعناب و از انگور لکم فیها فواکه کثیره. تنها این خرما و انگور عربا زیاد خوش داشتن، بعضی مسلمان ها زیاد همین دو چیز خوش دارن، خرما و انگور. الله متعال میگه نه، فواکه کثیره، میوه های دیگه است که شما شاید او را در چشمتان ندیده باشین. بعضی میوه ها در افغانستان است. یک وقت ما در دبی رفتیم، میوه های عجیب و غریب دیگه را در اونجا دیدیم که در افغانستان نبود. در هندوستان تو میوه هاست که سایل کنی که دیگه قسم میوه هاست عجیب و غریب، سبحان الله. در مدینه منوره رفتیم تو خرما هاست، بعضی خرما ها بر ما شما خیلی غریب هستیم دیگه، به اندازه پیسه ما خرماست. رفتیم صاحب که هر خرما سه نه نعمت الله را بخو که قدرت الله را ببینی. عجیب و غریب. گفتیم سبحان الله. کیلوی چند؟ ما از کیلوی 10 و 15 و 20 روپیگی می‌خریدیم. افغان‌ها زیاد 30 روپیگی را خوش دارن. میگه خرما چطور است؟ رفتیم که خرما کیلوی 70 روپیه است. یک قیمتی گفتم بیا یک نیم کیلو خریدم. گفتم اما تو خود نشه که بی نعمت بریم، بیا میرم بخو پیسه خوب میره دیگه. الله متعال میگه بر علاوه از این خرما و انگورهای مختلف، الله متعال بر شما میوه های دیگی کثیر زیاد است. و منها تاکلون، و شما از اینا میخورین این نعمت های الله را. و شجرتا، و یک درخت است که تخرج من طور سینا، یک درخت دیگه است که این در طور سینا در کوه طور بسیار زیاد می باشه. تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، که این هم روغن میته و هم صبغ للآکلین، برای خوردن هست برای کسانی که میخورن. این درخت کدام است؟ درخت زیتون است، شجره زیتون مبارک. این در قرآن مبارک گفته. مردم افغانستان در کوههای خود اگر زیتون بشانند، درخت های زیتونه خصوصا در مناطق گرمسیر، اگر این کوه ها از او کار زیاد نداره، اوش بسیار کم کار داره، اگر از این زیتون بشانن، از این زیتون هم چوبش با برکت است، از چوبش هم میوهش خوب، روغن، باور بکنید که روغن از این به تمام دنیا بسیار صحتمند است. ولی هم برگش، ما و شما تمام روز میریم از چین چای را میاریم که خدام دو چای چند دفعه وش چکای چینایی دو دمو واده خوش کردن و تراش اونجا چایش نمازی یا بی نماز. اما بهترین چای که است اگر کسی از برگ درخت زیتون که الله او را مبارک گفته، وقتی که الله مبارک گفته باید متخصصین تحقیق بکنن که چوب از این چی چیزا به درد میخورن، میوهش چقدر چیزا استفاده میشه، برگش چقدر استفاده میشه. ما و شما میتونیم سالانه به میلیارد دلار از طریق هزینه‌ای از کوه‌ها استفاده بکنیم. از ما و شما کوه‌های ما بیکار است. میگه ای بی عقل مردم، اگه کوه‌ها به دست دیگران می بود ما را چه خوب سرسبز میکرد. اما شما هستین کوه‌هایتان خوش بگیرین بشاین این درخت‌ها را استفاده بکنین. الله متعال میگه که این نعمت دیگه از الله هست. و ان لکم فی الانعام لعبره. همچنان الله متعال میگه شما نه تنها با جسم خود دیدین یک عبرت، آناتومی و فیزیولوژی انسان یک عبرت. دوم خلقت خود شما انسان ها دیگه عبرت، خلقت آسمان ها و زمین دیگه عبرت، خلقت میوه ها دیگه دلیل به قدرت الله متعال دیگه عبرت، دیگه نباتات ای دیگه عبرت، میوه ها دیگه عبرت. عالم سر حیوانات، شما حداقل طرف حیوانات هم نظر بکنین. هر حیوان یک فابریکی بزرگ شیرسازی هست، هر حیوان یک فابریکی خوب گوشت سازی هست، هر حیوان یک فابریکی خوب پشم و لباس و گپا هست. شما چرا تمام روز قالینای خارجی را میارین؟ از این حیوانات استفاده بکنین، قالینای وطنی بسازین، ببینید که چقدر تاثیر میکنه. و ان لکم فی الانعام لعبره. برای شما در چارپایا هم یک عبرت و پند و درس است. نسقیکم، الله متعال میگه ما می نوشانیم شما را مما فی بطون از آنچه که در بطن همین حیوانات است. ولکم فیها منافع و کثیره، دیگه منفعت ها هم است. از گوشش منفعت میگیرین، از پوستش منفعت میگیرین، از پشمش منفعت میگیرین. ولو در عصر تکنولوژی، ولو در عصر پیشرفت، مردم از این حیوانات بسیار استفاده میکنن، اقتصاد مملکت خود بسیار پیش میبرن. و منها تاکلون، از اینا وقتی که غذا میگیرین میخورین بهترین چیزا هستند. و علی الفلک تحملون، و شما هم بالای حیوانات و هم بر کشتی ها و هم سایر وسایل ترانسپورتی حمل کرده میشوین. ولقد، و یقین داشته باشین که ارسلنا، ما فرستادیم نوح علیه السلام را الی قومه، به قومش. فقال، گفت یا قوم، ای قوم من اعبدوا الله، عبادت بکنین الله را. ما لکم من اله غیره، بر شما نیست معبودی بغیر از الله. افلا تتقون، شما چرا تقوا نمیکنین؟
فقال پس گفتن الملأ الذین، او بزرگا و کلانا و سیاستمدارا و تاجرایی که کلان بیدین بودن، الذین کسانی که کفر و کافر شده بودن، من قومه از قومش، ما هذا الا بشر مثلکم، دلیل گفتن که چی است؟ این نیست نوح علیه السلام مگر یک بشر انسان است، مثلکم مثل شما، یرید ان یتفضل علیکم. اونا همیشه خودشان چون مردمای متکبر همیشه خوش دارن که خودشان نسبت به دیگه کده خدا برتریت بتن، حالی که پیغمبر دعوت میکنن ایره هم غلط توجیه میکنن. گفت نوح علیه السلام میخواد که یتفضل علیکم، خدا برتریت بده و فضیلت بده علیکم بر شما. ولو شاء الله لانزل ملائکه، دلیلشان چی بود؟ گفت اگر الله میخواست که پیغمبر روان بکنه چرا نوح روان میکرد، چرا انسان روان میکرد، باید ملائکه روان میکرد. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما نشنیدیم این سخن در سخنها و قصه های پدرای قبلی ما که گفته باشه که پیغمبر آمده است. ان هو الا رجل، باز آمدن سر نوح علیه السلام تهمت کردن و گفتن که یک شخص است، به جنتون، که او مجنون است، دیوانه هست. فتربصوا به حتی حین، پس برای کم انتظار بکشین، وقت بتین تا یک مدت. قال، میگه نوح علیه السلام گفت که ربی، ای رب من، ای پروردگار من، انصرنی بما کذبون، برای من نصرت بده، مدد بده، بما کذبون، با آنچه که اونا مرا تکذیب کردن. فاوحینا الیه، الله متعال میگه برش وحی روان کردیم، ان اصنع الفلک، یک کشتی بساز، به اعیوننا، در زیر نظر ما، و وحینا، و در زیر وحی ما، فاذا جاء امرنا، پس هر وقتی که حکم ما آمد، و فار تنور، و باز از تندور آب بلند شد، فسلک، داخل کن، فیها، در امی کشتی که ساختی، من کل زوجین اثنین، از هر دو جفت، یعنی از هر حیوان، اثنین دوتا، یک مذکر یک مؤنث، و اهلک، و همشان خانواده خود هم داخل بکو، الا مگر من کسی را که سبق علیه القول، که قبلا بالای از او فیصله عذاب شده، منهم از ایشان، واش که کافر هستن بیدین هستن، اونا را در کشتی بالا نمیتونی. ولا تخاطبنی، و از من طلب مکن، مخاطب مرا قرار نتی، گفتگو مکن همراه من، فی الذین ظلموا، در مورد کسانی که ظلمو یا اشرکو، شرک آوردن، انهم مغرقون، این مشرکین حتما غرق میشن. فاستویت انت و من معک، وقتی که شما قرار گرفتین، انت خودتان، و من معک، و کسان مؤمنانی که همراه شما هستن، علی الفلک، در کشتی آرام شیشتین قرار گرفتین، فقل، طوفان شروع شد، بگو که الحمدلله الذی نجانا، بگو حمد و ثنا و صفت است برای الله الذی نجانا، او ذاتی که نجات داد ما را، من القوم الظالمین، از قوم ظالما. برای مردم بفهمان که اینجا تو را توصیف نکنن، پیش پای تو سجده نکنن، برای تو هم نفرستن، بگو برشان که حمد برای الله، بگو این توحید زبانی، یکی از توحیدهای زبانی حمد است. و قل رب انزلنی منزلا مبارکا، بگو پروردگارا نازل کو ما را، یا ما را پایین بیاور، بسیار منزلا، پایین شدن، مبارکن، با برکت، یعنی اتو ما را با کشتی پایین کو که در او آسیب نبینیم، و انت خیر المنزلین، و تو بهترین فرود آوردگان یا نازل کننده ها هستی. ان فی ذلک، الله متعال یقینا میگه که دری لآیات، نشانه های قدرت ماست، و این کنا لمبتلین، اگرچه ما بودیم در می حالت اینا را امتحان میکردیم، ثم انشأنا من بعدهم، الله متعال میگه بعد از اینا ما خلق کردیم، بعد از نوح علیه السلام و قومش، قرنا آخرین، اقوام در قرنهای دیگری، فارسلنا فیهم رسولا، در بین از اینا هم پیغمبر فرستادیم، مثلا هود علیه السلام فرستادیم، صالح علیه السلام، منهم، از جملهشان ان اعبدوا الله، او پیغمبرها چی میگفتن؟ وظیفه پیغمبرها همی است که مردم از شرک در عبادت منع میکردن، میگفتن که ان اعبدوا الله، فقط شما عبادت الله را بکنید، ما لکم من اله غیره، نیز بر شما بغیر از الله معبود دیگری، افلا تتقون، پس چرا تقوا نمیکنین؟ و قال الملأ من قومه، و گفتن امو مردمای بزرگ از قومش، مردمای بیدین، الذین، کسانی که کفر و کافر شده بودن، و کذبوا، و کسایی که تکذیب کرده بودن به لقاء الاخره، به ملاقات آخرت، و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، و ما بر از اونا زیاد عیش و امکانات در زندگی دنیا داده بودیم. اونا چی گفتن؟ گفتن ما هذا الا بشر مثلکم، اونا هم میگه زدن، گفتن این نیست مثلا نمی صالح علیه السلام، یهود علیه السلام نیست مثلا بشر مثل شما، یاکلون مما تاکلون منه، اینا هم میخورن
مثل که شما از آنچه که شما میخورید، و یشربوا مما تشربون، و مینوشن از آنچه که شما مینوشین. ولا ان اطعتم، اگر باز میگفتن اگر شما اطاعت کنین از بشران مثلکم، از یک بشری که مثلکم مثل شما وارست، انکم اذا لخاسرون، باز شما خساره میکنین. ایعدکم انکم اذا منتم، آیا این پیغمبر شما را وعده میده که اذا متم، وقتی که متم بمیرید، و کنتم ترابا، باز شما به خاک تبدیل شوین، و عظاما، یا به استخوان‌های بوسیده تبدیل شوین، انکم مخرجون، باز شما از او خارج میشین، باز دوباره زنده میشین. این کافرها میگفتن هیهات هیهات، بسیار دور است این گپا، بسیار دور است از عقل ما. لما توعدون، آنچه که شما وعده میتین این گپا نیست که رفتی مردی. این مردمای کلانکارای از اینا میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا. اینا چی بودن؟ مردمایی بودن که سیکولر بودن، ملحد بودن. ملحدای سابقه چی میگفتن؟ میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا، ایف نیست مگر فقط اینمی زندگی دنیا، اینمی دنیا است فقط. نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم، در اینمی دنیا زنده شدیم، بعد از این میمیریم، خلاص دیگه. و ما نحن بمبعوثین، ما هیچ وقتی دوباره مبعوث نمیشیم، دوباره بعد از اینکه در قبر بریم و پارچه پارچه شویم و خاک بگردیم، باز ما هیچ وقت پس دوباره خلق نمیشیم. این هو، این پیغمبر که میگه آمده پیش شما، الا رجل افترى علی الله کذبا، این کسی است که سر الله دروغ تهمت کرده. این سیکولرای سابق به الله ایمان داشتن، حالا سیکولرای ما شما خطرناک است، بازیش به الله ایمان ندارن. سیکولرای سابق میگفتن که این فقط زندگی دنیا هست، الله ما رو به این دنیا خلق کرده، دنیا که خلاص شده باز دیگه آخرت وجود نداره. سیکولرای امروزی که است بازی از وام که خطرناک هستن، باز وام میگه نه هیچ خدا علیاذ بالله هیچ معبود وجود نداره. این فرق بین سیکولرهای قدیم و سیکولرهای جدید، یا ملحدین قدیم و ملحدین جدید. باز میگفتن که این هو، این پیغمبر نیست الا رجل افترى علی الله کذبا، این کسی نیست مگر ای که بالای الله افترا کرده به دروغ. و ما نحن له بمؤمنین، ما بر از او ایمان نمیاریم. قال، میگن همین پیغمبر، این در مورد نام پیغمبر نگرفته، بعضی علما میگن که شاید هود علیه السلام بوده باشه یا صالح علیه السلام بوده، همین پیغمبرایی که بعد از نوح علیه السلام بوده. دیگه میگه همین پیغمبر گفت که رب پروردگار من، انصرنی بما کذبون، کمک کو بر من به آنچه که اینا تکذیب کردن مرا. قال، الله متعال برش گفت اما قلیل، بسیار با مدت کم، لیصبحن نادمین، زود میشوند نادمین پشیمان. فاخذتهم الصیحة بالحق، میگه یار یک آواز سخت گرفت، اما تو به حق، با حق گرفت. فجعلناهم، پس گردانید امی مردم ها را، غثاء، مثل سیل برده ها، اما خس هایی که وارا سیل برده باشه، یعنی ذره ذره و توته و میده شدن. فبعدا للقوم الظالمین، بسیار دور می باشه از رحمت الله قومی که ستمگار هستن و ظالم و مشرک هستن. ثم انشأنا من بعدهم، باز الله متعال میگه بعد از اونها هم ما خلق کردیم قرونا آخرین، مخلوقات قرنهای دیگی را خلق کردیم، مثل قوم عاد و قوم ابراهیم علیه السلام، قوم لوط علیه السلام، قوم شعیب علیه السلام. این باز الله متعال میگه ما یارا خلق کردیم. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، از هیچ امتی سبقت نمیکنه، یعنی پیشی نمیکنه اجلش، و ما یستأخرون، و اما مدت هلاکتش و مدت مرگش هم تأخیر نمیشه، اما مدتی که ما تعیین کردیم اما برش میرسه. ثم ارسلنا رسولنا تترا، باز میگه ما فرستادیم پیغمبرای خود تترا، یعنی پی در پی، به خاطر رحمت خود، عدالت خود، در هر منطقه و در هر جای پی در پی پیغمبرها را فرستادیم. کلما جاء امتا رسولها، هر وقتی که میامد به یک امت رسولش پیغمبرش، کذبوه، او را تکذیب میکردن. فاتبعنا بعضهم بعضا، باز در پی از او می آوردیم، در پی بعضی از پیغمبرها بعضی دیگی را می آوردیم. و جعلناهم، یا در پی یک امت دیگی را می آوردیم، بعضهم بعضا. و جعلناهم احادیث، و میگه ما را گردانیدیم قصه و پند بر شما، سخنهای پندآور. فبعدا لقوم لا یؤمنون، بسیار دور می باشند از رحمت الله
قومی که ایمان نمیارن. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، باز فرستادیم موسی علیه السلام برادرش هارون به آیاتنا و سلطان مبین، با معجزه ها و سلطان مبین و دلایل بسیار آشکار. بکی الی فرعون، اینا به فرعون فرستادیم و ملائه و لشکرش، فاستکبروا، اونا هم تکبر کردن، و کانوا قوما عالین، میگه اینا بودن بسیار امی قوم فرعون، این میگه بسیار فرعونی ها عالین بودن، بسیار متکبر بودن، دعوای بلندی میکردن. فقالوا، گفتن انؤمن، آیا ما ایمان بریم، لبشرین مثلنا، به دو مخلوق، دو انسان مثل ما، و قومهما لنا عابدون، یا خب بنی اسرائیل اولادی یعقوب علیه السلام چی کرده بودن؟ کل شب خود غلامای خود گرفته بودن، گفت قومشان هم که است یا غلامای ما هستند. فکذبوهما، اردوی از اینا را تکذیب کردن. فکانوا من المهلکین، بودن از جمله هلاک شدگان. ولقد آتینا موسی الکتاب، الله متعال میگه یقینا دادیم به موسی علیه السلام تورات را، لعلهم یهتدون، شاید کناه هدایت شوند. و جعلنا ابن مریم، و ما گردانیدیم عیسی پسر مریم را و امه و مادرش را آیتا، یک نشانه دلیل به قدرت خود، و آویناهما، و اردوی از اینا را پناه دادیم، الی ربوة، به یک جای بلند، ذات قرار، که جای قابل سکونت بود، و معین، و در اونجا زمین بود که در اون چشمه ها چی می شدن؟ چشمه های آبدار موجود بود.